салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 1 феврал аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мегӯяд бозори фурӯши билет монополия нест ва ин ниҳод наметавонад бо як фармон нархро поён барад. дар пайи муноқишаи мусаллаҳонаи марзии ҳафтаи гузашта даҳо ҳавлии сокинони ноҳияи Исфаразара диданд. хоҳиш мекунем ки тафтишро накунанд. мо бо умда мана инҷоя самҷо хай ҷобаҷо шавем да. то қатъи симкортое ки аз сабти дубораи ном бо шунусномаҳои нав нагузаштаанд 2 ҳафтаи дигар монда, сокинон гуфтанд айди корт бартариҳои зиёд дорад. паспорти навай хуб як Россия мера, як дига давлатҳо мери хубайда. масъулони хадамоти зиддинҳисории Тоҷикистон мегӯянд барои танзими нархи билети инҳисорӣ ширкат доштанд ва ин гузоришро фиристоданд. چرا نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه از 2500 قریب به 7000 سامانی رسید؟ خبرنگاران در این نشست می‌خواستند به این سوالشان از رئیس خدمات ضد انحصار پاسخ بگیرند، ولی پاسخ رئیس خدمات دقیقاً چنین بود که دستشان برای تنظیم نرخ بسته است. ما در بازار مسافرکشانی هوانوردی مونوپولیست نداریم. یک تا شرکت ملی داریم، سامان ایر، که همگی 14.7% بازار را تشکیل می‌کنند. دیگه همش شرکت‌های خارجی است. هست سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از سال 2001 در خطا نکنم که در آنجا مقرر شده که نرخ چیپتر را مقام شرکت‌ها خودشون معین می‌کنند. در خدمات ضد انحصاری گفتند به همتایان روسشان مکتوب کردند تا نرخ گران بلیط ها را سنجند، ولی این درخواست قانع نشده است. نرخ بلیط از تاجیکستان به روسیه در آغاز ماه ینور یک بار بلند شد. مسافران این سمت که اساساً مهاجران هستند از هر سامانه بالا رفتن نرخ ناراضی اند. این یک 15 روز پیش 3200 بود و داری من رفت 3200 سودا ما خریدیم پرومو ریس رفت بازی حالا کرده 6200. این کجا دای نزوره دینیم سه نرمال نه اخی 6 می باز بینی بعد. بلیط هواپیما در تاجیکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی گرانتر است. به این خاطر یک گروه کلان شهروندان مجبور می شوند از طریق کشورهای همسایه به روسیه سفر کنند. برخی متخصصان و هم نمایندگان مقامات یک راه حل را در جاری کردن فضای باز می بینند. بسیار دولت‌ها پرینسیپی فضای آزاد قبول کرده بودند. یعنی فضای آزاد وقتی قبول میکنند خدمات رسانی قریب که بدیم و در خطا نکنم قریب 70-80% ارزان میشه برای شرکت‌های هواپیمایی. سالانه صدها نفر شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار مجبورند که به روسیه بروند. به خاطر بسته بودن راه‌های زمینی اکثریت مجبورند از طریق هواپیما به روسیه سفر کنند. به این خاطر پست و بلند شدن نرخ بلیط برای بسیاری ها مهم است. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. шакли комили гузориши мулло Раҷаб Юсуфиро метавонед дар вебсайти мо пайдо кунед. ва бинандагони азиз, чун аз қимати билет гуфтем, дар гузашта бештари мусофирон аз шаҳри Душанбе кӯшиш мекарданд тариқи фурудгоҳи Кулоб ба Русия сафар кунанд, зеро нарх нисбатан арзон буд. вале тавре ҳоло ба назар мерасад фарқият дар нархҳо тақрибан нест. маҳмудҷон раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. از فرودگاه کلوب در یک سال اخیر 232,000 مسافر به 32 شهر روسیه پرواز کرده اند. حالا در یک هفته 19 پرواز انجام شده. مسئولان فرودگاه چنین افزایش پروازها را به سابقه مینامند. در این شب و روز شرکت روسی اورال آویالینی در یک هفته 16 خط سیر و 3 خط سیر دیگر را شرکت سامان ایر به راه مانده است. حاضر ما با 3 شرکت همکاری کرده ایم. این شرکت هواپیمایی اورالسکی و این شرکت هواپیمایی سیبیر و شرکت وطنی سامانه خط سیر را اجرا کرده ایستادند. حاضر شرکت هواپیمایی سیبیر کمی خط سیرش اجرا نکرده است و از ماه فوریه پرواز را سر می‌کند. افزایش بی‌سابقه پروازها در حالی است که پیش از همهگیری کووید 19 از اینجا هفته همگی 4 پرواز صورت می‌گرفت. در سال 2020 با سبب پاندمی همه گونه پرواز از فرودگاه کلوب قطع شده بود.
مسئولان فرودگاه گفته بودند که در آن سال درآمد را از دست داده فرودگاه 9 میلیون سومانی ضرر دیده بود. اما با برقرار شدن پروازها در سال 2021 فرودگاه ضررش را جبران و فایده به دست آورده است. در سال 2021 ما درآمد ما 102 میلیون و 875 هزار 100 سومانی را تشکیل کرده بود. حالا نرخ پرواز از اینجا به روسیه از 4500 سر کرده تا 6000 سومانی است. سال 2021 طریق این فرودگاه 32 تابوت مهاجران آورده شده است. این شماره از سال 2020 31 عدد بیشتر بوده است. اینچنین طریق این فرودگاه پناهندگان افغانستانی هم تابستان سال 2021 پرواز انجام داده اند. فرودگاه کلاب در جنوب تاجیکستان سال 2006 مقامی بین المللی را صاحب گشت. از این فرودگاه در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام می شد. حالا بخشی اصلی مسافران فرودگاه کلاب را مهاجران کاری تشکیل می دهد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. برنامه اخباری آزادی رو ادامه میدیم. در پی مناقشه مسلحانه شب 27 به 28 ینور بیش از 30 حولی ساکنان دهه سرخ، سامانیان و خوجه علو ضرر دیدند. چندی از آن منزل‌ها پورا تخریب گردیده و باشندگانش بی خانه و جا ماندند. اونها از مقامات طلب دارند که زودتر خانه‌هایشان را تعمیر کنند تا در روزهای سرد زمستان سرگردان نشوند. مقامات در این باره رسما چیزی نمیگویند. گزارش فرزان محمدی را از کوچه های جنگ زده اصفهان با هم میبینیم. از 11 موشک مینامیات که تنها به دهه سرخ پرتاب شده است، چند تای آن به حولی عبدالسلام نبیف نیز افتیده است. در 3 حجره و دهلیز آن 2 عائله زندگی میکردند. در شب حادثه آنها برای سلامت ماندن در تهخانه و منزل خویش و تبارشان پناه بردند. صبح وقتی برگشتند منزل‌هایشان را ویرانه دیدند. ما همینه حاضر من آمده دیده برفتن آدمای کارمندای دولت گفتن که حالی جای چی به نرسید ایستاد که ما یکو تفتیش میگذرانیم بعدا دیپو خیلی دیده میبریم. همینه تستر همینه خواهش میکنیم که تفتیششون کنن. ما با عمده من اینجا سرانجا خیلی جابجا شویم ده. مثل مناقشه‌های قبلی باشندگان دهه مرزی سامانیان نیز دفعتاً خسارات زیاد دیدند. از روی حساب اولیه مقامات در این دهه بیش از 11 حوله و یک بنگاه طبی ضرر دیده است. در آن خانه‌های نیز هستند که در این تنش‌ها بارها زیر هدف قرار گرفتند. این حوله به ساکن دهه سامانیان فرهاد فیاضوف تعلق دارد که در تنش مرزی ماه اپریل می سال گذشته در پی آتش سوزی پورا تخریب گردیده و از جانب مقامات ماه ایون دوباره بازسازی و تقدیم گردیده بود. ولی این نوبت نیست، یعنی در حادثه شب 27 ینور دوباره این خانه به کام آتش رفته است و حالا میبینیم که صاحبانش در خانه نیستند و درشان را بسته به خانه خویش و تبارهایشان رفتند. با این وجود ساکنان برخی خانه‌های ضرر دیده از ترکش ناگهانی موشک‌ها یا گلوله‌های پرتاب شده هنوز بیم دارند. مقامات چند از آنها را بی‌ضرر گردانده است، ولی باشندگان از تجربه مناقشه‌های قبلی میگویند بعد چند روز جنگ نیز شاهد ترکش موشک‌های زیر خاک و دیوار پنهان مانده می‌گردند. در شب مناقشه مسلحانه مرزی به منزل محمد نعمتوف ساکن دهه خواجه علو نیز 2 گلوله پرتاب شده است که یکی حاجتخانه آن را تخریب نموده و دیگری در اینجا افتیده است و به گفته باشندگان اینجا هنوز معلوم نیست که گلوله دوم بی‌ضرر گردیده است یا نه و برای احتیاط گردی آن را سیمپیچ نمودند. حالا از جانب مقامات غیر اعلان رسمی زخم برداشتگان و هلاک شدگان اطلاع درباره چقدر بودن خسارات مالی معلوم نیست. تا حال مقامات اعلام نکردند که کی خانه‌های ساکنان ضرر دیده را بازسازی میکنند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعدا دو طرف شب 28 ینور درباره آتش‌بس کامل در مرز خبر دادند.
شاهراه بادکن اصفهان را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین و علامتگذاری نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان. چند سال به این طرف مقامات توجیک ساکنان را به گرفتن شناسنامه‌های نو پلاستیکی تشویق دارند. از نیمه ماه جاری سیم-کارت‌هایی که با شناسنامه‌های نمونه نو از ثبت دوباره نگذاشتند قطع کرده میشوند. ولی ظاهراً با وجود تبلیغات پیوسته و حتی گزارش‌های رادیو آزادی در این موضوع تا هنوز شماره زیادی مشتریان معلومات کافی ندارند. تفصیلات در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم که آن را میرزا نبی خالقزاد تقدیمتان میکند. ساکنان تاجیکستان، آنهایی که شناسنامه‌های کهنه خود را به نو عوض کردند و هم آنهایی که هنوز شناسنامه پلاستیکی نگرفتند، دقیق نمی‌دانند که چرا باید یک حجت را به حجت دیگر عوض کنند. حکومت تا به حال نتوانسته ضرورت این اقدام را به مردم شرح دهد. ساکنان میگویند به این هم با انجام مهلت شناسنامه آن را عوض میکنند، اما هدف یا منطق این اقدام غیرعادی مقامات را نمیفهمند. من در خارجه بودم، در جمهوری قزاقستان اومدم، مهلتش بود شدگی بود. من 40 ساله شدم این سال. پاسپورت نو خوب یا سیا میره یا دیگه دولت ها میری خوب ایده. من فقط نفقه را با شناسنامه نو میگیرم. هیچ چرا فهمیدم هر چیز حکومتی که کشتار شخصیت آدم نمیدونم راست که پانیک شبیه سرتره قانون همین جمهوری تاجیکستان پرزیدنت قانون نو داروردن که انا پاسپورت ها پلاستیکی شو همه سبب وای تشویق روزگار ده از سبب پاندمی، از سبب کار بسیار بودن. امیرا میخوایم در روزهای نزدیک رای میواز کنیم. هر دویش یک است. چی فرقی میتواند داشته باشند؟ بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، تقریباً 40% مشتریان شرکت‌های موبیلی برای عوض کردن شناسنامه‌های کهنه خود به نو شتاب ندارند. این در حالی است که تا انجام مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها با شناسنامه نو همگی 2 هفته دیگر باقی ماند. حالا معلوم نیست که آیا این گروه مشتریان از سیم کارت و علاقه موبیلی محروم میشوند یا نه. در قرار حکومت درباره به قیدگیری حتمی سیم کارت با شناسنامه نو گفته نشده است که در صورت اجرا نکردن این کار چه مجازات پیش بینی می شود. رسانه های دولتی هم پیوسته ساکنان را آگاه می کنند که حتما این کار را کنند، اما گفته نشده است که سرنوشت آنهایی که شناسنامه نو نگرفتند چه می شود. هر شهروند تاجیکستان باید شناسنامه خود را با آیدی عوض نماید، زیرا شناسنامه آیدی طبق طلبات بین المللی تمام معلومات ضروری را دارا بوده برای بخطری شخص در آینده ضرور است. بیکار کردن سیم کارت ها در صورت عوض نشدن شناسنامه های کاربران نه فقط برای مشتریان بلکه برای شرکت های موبیلی و حتی بودجه کشور هم ضررآور است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون سیم کارت در کشور با شناسنامه های شکل کهنه ثبت نام شدند. این به این معناست که هر سال صاحبان آنها در عموم 44 میلیون دلار میسپارند. کارشناس رستم گلوف میگوید دولت با از نو کردن شناسنامه همگی یک بار درآمد میگیرد. درآمد دیگری از این حساب مشاهده نمی شود. این یک خرج علاوگی از جیب اندازسپارنده ها است که مجبور کرده می شوند تا شناسنامه عمل کننده خود را عوض کنند. تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت گرفته شد. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارش‌های ویدیویی رو میتونید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.